آقا سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه گیم پلی جدید. بنده پارسانیترو هستم و خیلی خوش اومدید. آقا اینجا یه ذره حوصله‌مون سر رفت، گفتیم یه مچ با یار رندوم استارت کنیم، بریم نوازاری کنیم. بزنم داداش دیگه تیر ندارم. بزن ما خورد دیگه، گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. با نایت نه زودی بزن. زون آخر میبینمه. جلوتر اینجا یه کات زیه باید الان بخوره. آها گفتم این فکر کنم همونه، اکش کنم. این نیدی گرفتم دستم پرت کردم، گفتم تر اون نبود، ولی با این کیلره اون جلوتر کار داریم. حالا اینجا خیلی سرعتی میریم اونجا یه لوت ترتمیزی ازش میزنیم و این یار لاشخور اونم که اومد سر دست توی خب اینجا هم دیگه گفتم بهبه یارو کلاس سگ برداشته و قشنگ معلومه نوبه. ایدم یارش اومد کاورش، گفتم بذار برم یارش لایف کنم. دیگه رفتیم هم که یارو بر نگشتی استیبک بزنه ما رو بزنه. اینطوری یه کاتانا رو بهش عرض به درزش فرو کردم. آره خودم نفهمیدم چی گفتم، ولی تو باید بفهمی، من نمیدونم. آره یه رفتیم جلوتر، گفتیم اینه چی بیشه. اینجا آیا این ماشین رو اون تو شاید بزنیم پشتیش از پشتش لاشخوری میکرد. گفتم بذار اینو بزنم. بعد رفتیم جلوتر، دیدم هی یارو داره فرار میکنه، هی داره میره. تو دیوار خیلی جالب بود، اسکوپیرش نشونم میده. آره اینجا دوباره گرفتم اون چیلره رو دارم دارم سوخ برای چی داره. بعد اینجا اومدم و چی داره اذیتشون کنم، نوازاری کنم. بعد اینا داشتن منو انگشتم میکردن. آقا فلم کنید داموسا، یا لانچر کشته نمیتونم تکون بخورم، ریده بودم تو خودم نمیتونم یه زوب کردم. یه خودتون ببینید بسنم. Release the smoke perspective. برو این صخره برو. Release the smoke perspective. Hostile self-chopper inbound. هلیکوپتر کار کردم Be advised, hostile self-chopper inbound. بعد از بسیاری از پاره شدن ها در اون سوی مپ اومدیم به این سوی مپ در کنار این اسکل. این چی دیگه یارو یه تکون نمیخورد بیاد ما رو بزن آجی. هیچ رفتم ترتیبش رو دادم میفرم چه آجی دیگه آخر نفر آخری داره تا خودش هم میشیدم بیاره. ولی خب بدم ای مخلصم دمت